همین حالا پیلوت‌های افغانستان را به فرودگاه دوشنبه آوردند و در نظر است که تا ساعت دیگر آنها را نخست به کشور سوم و از آنجا به ایالات متحده آمریکا انتقال دهند. طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم بجز از خلبان‌ها در عموم 250 عائله افغانستانی است که باید صبح امروز از تاجیکستان به کشور سوم انتقال داده شوند. خلبان‌ها دوام قریب 3 ماه است که در تاجیکستان هستند و در آسایشگاه در دره رامیت نگهداری می‌شدند. آنها بارها از به سرنوشت خود نگرانی کرده بودند. از تاجیکستان به کشور دیگر انتقال دادن خواهش خود پیلوت‌ها بود که بارها درباره‌اش صدا بلند کردند. آنها از نیمه‌های اوگوست پس از فرار از افغانستان در تاجیکستان بودند و بارها از آینده خود نگرانی کردند. گفته می شود که در میان آنها 2 بانو نیز هست که یکی از آنها باید همین روزها تولد کند. بجز از پیلوت‌ها باز چند عائله دیگر افغانستانی از جمله روزنامه‌نگاران را از تاجیکستان به کشور دیگر میبرند. بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان و سقوط حکومت کابل، صدها نفر به کشور همسایه از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. سیمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی ماه اکتبر گفت در 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. یک قسم آنها به کشورهای دیگر برده شدند و دقیق نیست که چه تعدادشان حالا در تاجیکستان است. بسیاری از پناهجویان به مانند خلبان‌ها می‌خواهند از تاجیکستان به کشور سوم روند، اما این کار فعلا برای برخی آنها امکان پذیر نیست. همچنین گفته می شود که 10 پناهجوی دیگر تلاش دارند از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند ولی کامیاب نگشتند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.